به نام خدای مهربان و توانایی که می آفریند و می میراند. می میراند که گفتم شاید بعضی دوستان حساس بگویند که چرا از می میراند حرف شروع شد. گپ اینمیجاست که امروز بعضی مطالب ما سر مسئله مرگ و زندگی بگپاست. همین که میگن زندگی 2 روز است، به نظر من 2 روز هم نیست که نیم روز هم نیست. این از این خاطر است که ما اکثر مرگ فراموش کردیم و میتازیم هم خود ما و هم اسب ما. ای که چیز زیر پای ما میایه لغت میکنیم یا لگت میکنیم. ای که چرا اینقدر مغرور و متکبر تشریف داریم بعضی از ما، ای را خیال میکنیم تا که دنیا است، ما هستم و اینمی زندگی است، اگه جایداد است، اگه ملک است، اگه وظیفه است، اگه مقام است، اگه مقام است، کلش است. نه، بنده باید بسیار متواضع، مؤدب، با حوصله، با صله رحم و از قبل گپا باشم. خب عزیزان بسیار ارجمند، امروز باز یعنی 15 روز سیر شد چون در ماه 2 بار در خدمت شما قرار دارم. برنامه 6 ما شماست. امروز است 8 اکتبر 2024. از چند برنامه دیگر بسیار مطالب مانده که گفتیم در مقدمه، اما وقت برش نرسید. حال دیگه من نمیگم که در ماده برنامه این چیزا رو داریم، اما تو میده میریم میگه سه چه دیار تیار. چیزی که تیار است از یار است. منتها شما با ما خودتان مثل یک تهیه کننده یا پرودوسر یک جای پیش بریم. ایتو نکنین که تنها شنونده باشین، حتی مرا کمک کنین به این مانا که کجا را ما غلط تلفظ کردیم، کجا را غلط گفتیم. انسان از اشتباه میکنه، ذاتی که اشتباه نمیکنه اقدس الهی است. میگن حضور خلوت انس است و دوستان جمعا. حافظ بزرگ میفرمایند کسایی که گرداننده هستن یا شعر دکلمه میکنن، با مثالی که من نطاق که ما براتون عرض کردم، نطاق گوینده و انانسر عرصهش یکیست. نطاق عربی، انانسر لاتین و گوینده هم فارسی دری است. زیاد متوجه باشه. اما که میگن اگر کسی با قرآن و تفسیرش آشنا باشه کمتر میتونه ورود داشته باشه به اشعار بخصوص مولانا بزرگ بلخ و حافظ بزرگ. خب کسایی که میتونن کم کم مطالعه داشته باشن بد نیست، یا یگان جایی را که یاد ندارن سوال میکنن بعد او را در ذهن بسپارن. حضور خلوت انس است و دوستان جمعا. بعضی ها این رقم میخونن که غلط میخونن. و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. و ان یکاد نیست، این در گرامر عربی و ای یکاد خوانده میشه، تلفظ میشه. و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید. خب و ای یکاد چی است؟ حافظ گفت حالا ما شما باید بتپیم که حضور خلوت انس است. شکر خدای نکلتان تشریف داریم. دوستان جمعا و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید. تشکر از تفسیرهایی که نوشته میکنین یا خوش که میکنین، اما زیادتر متوجه گپای ما باشین. خیر از مؤخره یک چیز نوشته کنین که خوب یا خراب ما خوش میشم، اما این خوش اگر مصروف نوشته شوین این گپای ما باز تسلسلش از دست میتین. بسیاری کسا خوش دارن شاید تهیه کننده که فقط شما برش نوشته کرده برین مشمزی روان کنین، قلب روان کنین، گل روان کنین، نیست. از من فقط بشنوید. ما خوش دارم 10 نفر بشنوه و استفاده بکنه. با ما 1 میلیون نفر است. یک تفسیر اخیر نوشته بکنین که خوب بود یا خراب بود، تشکر، با ما زیاد است. اگر شما مصروف نوشتن شوین بعد امی تسلسل از پیشتان میره. این مثل صنف وارث. یک چند وقت معلمی هم کردیم، میگفتیم شاگردای عزیز متمرکز باشین، ذهنن با ما در صنف باشین که من چی میگم.
باز او ذهن نشین میشه. و این یکات بخوانید، روایت است که در زمان عرب قریش، مردم قریش با پیامبر اکرم صلوات الله علیه خوب نبودن. یک خانم بود که بسیار چشم زنن داشت، همین چشم بد که میگن یا نظر، که من سخت عقیده دارم و تجربه هم کردیم، نتیجهش هم دیدیم. ایره تطمیع کردن، پول برش جمع کردن که تو بیا پیامبر اکرم نظر کن. نظر بعد سنگ میکفانه. یک فیلم هندی بود اگه دیده باشین، یک آقا هیچ موی سر نداشت، چشم داشت که هیپنوتیزم داشت، بعد چیز برقی که میدید میترقید، سیمای برقی که میدید برق جرقه میکرد. این علم است. میگن که خانم که آوردن پیش پیامبر، پیش که به پیامبر برسه، جبرئیل علیه السلام نازل شد و یک آیه بسیار کوتاه از طرف خدا برش آورد که بخون و سر چف کو. وقتی که چف کنید یک قلام میشه دوره، هیچ نظر بعد سر تاثیر نمیکنه. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. خدا زنده داشته باشه پدر مرا، وقتی که بچه یا نواسه خود بغل میگرفت، این آیه مبارک میگرفت چف میکرد. یا بعضی کسایی نوشته میکنن در بازی خود از جیب خود میمانند که هیچ چشم بد تاثیر نمیکنه، که حضرت رسول مقبول میگن که ایره خواندن چف کردن، او خانم ارچیکا آمد نظر کرد، نظرش کارگر نیافتاد. و این یکاد است، نه این یکاد که ایره در دو سه برنامه فکر میکنم وعده کرده بودیم، از پیش ما مانده بود چون مطالب نام خدا زیاد بود. مثل یک مسئله که خیرات بالای کی میشه. یگان کس میخواه خیرات کنه، با چرت میزنه که خب ما ایره با کی بتونم سرش روا باشه، نشه که خیرات من به جای بره. اول میخواد خیرات بسیاری کسا بد میبره. چه خیرات؟ نه، خیرات اجر اخروی است، کار نیک یعنی خیرات. در کابل هم جایی که میرفتیم میهمان میشدیم، ما به شوخی میگفتم، در مؤخر میگفتم خدا امی رسم است عیسوی ها دارن در شروع نان و در ختم نان دعا میکنن. ما و شما مسلمان ها از یاد بردیم کامل، شروعش نبود، ختم یک دعا میکردیم، اما ختمش هم از بین بردیم. نان میخوریم یکی که کل میخز از میز یا سرخوان، هیچ نم خدای شکر تشکر خدای. باز من میگفتم که تشکر از میمانیتان، از این خیراتتان قبول شود و متوجه باشین که ما خیرات خورم نمیافین. یعنی خیرات گرفتن کار بد نیست، کار نیک. خیرات خودش معنای خیرات کار نیک. بسیاری کسا میگن خب خیرات میتیم برای کی بتیم؟ این حالی دو جزئیات، دو مسئله است که سر کی میشه؟ سر کسی که نداره. خوب متوجه باشین، سر کسی که نداره و سر کسی که داره نه به قدر ضرورت. ببخشید. و به کسی که داره و نه به قدر ضرورت. زبی جان تو مرا گوش کو، تو بانی دوستای یک آمده خوش آمدید زبان بادار با تلفن کو خوش آمدید. این برنامه تو میشه باز قهر نشید. ما یک وقتی که در کابل بودم، دوستای از اروپا، امریکا، استرالیا پیسه روان میکردن که ایره یک گوسفند یا گوساله بگی خیرات کن. بعد ما میرفتم و گوسفند گوساله کارده بودم، قصاب شوری خوراک میدادم که ماما صبور نام داشت و یک کار شهری رو میکردم که میدیدم اوج چه وقت است امریکا، کانادا، اروپا، استرالیا و وقت ما چه وقت است که همزمان باشه، به وقت نباشه. بعد تلفن به قصاب میدادم، قصاب میگه با آدم طور نمونه اسماعیل جان شما پول روان کرده بودین برای زلمه خیرات بکن، این گوسفند یا گوساله حاضر است، اجازه میتین که من ایره ذبح یا حلال بکنم؟ او میگو بله. بعد حلال شده بود و من برای ماما صبور میگفتم که اینمی گوشتا را ده 20 پلاستیک 1 کیلو 2 کیلو جدا کو که جای روان میکنیم، لااقل یک شوربه و
برنجی که پخته میکنن امی گوشت بسشان بکنن. و باورتان به که در اکثر فامیلایی که ماها گوشت ندیده بودن، مدیر بودن، مدیر عمومی بودن، رئیس بودن، قماندان بودن، جنرال بودن، باورتان به که گوشت ندیده بودن. بعد اینمی گوشت داره ما بر دست بچه باغوان بلاک روان میکردم، گفتم ما گرفت، قبول کرد که اگر سوال برش پیدا شد که گوشت کی روان کرده، بگو اینی روان کرد که دم جانش بشینه. برای خورد و ریزی دیگه یا بعضی کلانایی که پیسا فقیری پیش روی سرک و کوچه و این پارکا بودن، اگر بر از اونا میدادن که من تجربه داشتم، ایره میگرفت با سر قصاب دیگه بنی میبای پایینتر مفروخت. این کار میکرد که خیراتم نمیشه. پس اینال شما میگن چی پول نقد میتین، چی یک جنس میتین، اچ میکنین، سر سرک در روی بازار چرت نزنین که این مستحق است یا نیست. میگم تو بی سوال و بی جواب برش بتین که خدا بر شما بی سوال و بی جواب بده. ولو از یک افغانی، یک دلار، یک پوند، هر چی که هست گرفته تا برای که شما توانش دارید. یک موضوع دیگر هم از یاد نبریم که زود باید قضاوت نکنیم. این هم سری مسئله گوشت و قصابی که پاست. در یک محله یک نقاش بسیار خوب اما چوب خب حضور داشت که هر تابلوی نقاشی خود که میفروخت، طور نمونه براتون بگم 40,000 افغانی، 50,000 افغانی یا $500 $300 هر تابلوش بود. یک خانه تنها زندگی میکرد و در برابر از این یک قصاب بود که هر روز برای تمام محله 1 کیلو گوشت مفت میداد. این مردم میگفت این نقاش ببینین زود قضاوت کردنه، چقدر احمق است، چقدر پست است، چقدر چطور و چکار است، اینقدر پیسه داره دیگه داره ما رو کمک نمیکنه. خانه نمی قصاب آباد که نکل محله رو که ما شاید 40 فامیل باشیم 1 کیلو یا کم زیاد گوشت گوسفند یا گوساله شکست میتماره. چقدر برای این قصاب گران تمام میشه. آفرین زی قصاب. روز بود که اینمی نقاش نازنین قندول مرد. کسی نبود بالای سرش که ایره گور بکنه. 1-2 نفر خیرخواه جمع شدن با کراهیت ایره گور کردن. خلاص سر سبا گوشت قصاب هم خلاص شد. کل مردم آمد پیش قصاب که بیاده چی شد گوشت؟ گفته که پیسه نیست. گفت پیسه چی؟ گفت پیسه گوشت شما را اونمون نقاش میداد یا شما دوش میزدین. برای من هر روز پول میداد که من گوسفندها یا گوساله ها بخرم و او رو برای شما 1 کیلو یا کم زیاد نظر به موضوع فامیلتون من براتون مفت بدم. چرا شما زود قاضی میشین و زود قضاوت میکنین؟ ما با تاسف که چنین قضاوتگر هستیم، ناحق زود قضاوت میکنیم، زود احساساتی میشیم، زود یک کس ملامت میکنیم. یک گپ شنیدیم هیچ دیگه فکر نمیکنیم که میگه درست است نیست، تحلیل نمیکنیم، تجزیه نمیکنیم. یک با ما در تلفن گفت، در روبرو گفت، در راه گفت، در ختم فاتحه گفت، در مسجد گفت، در جنازه گفت، بس و آدم بیچاره ارواحش خبر نداره. ما که زود قطع برید کردیم. این رقم نکنین، کار خوب نیست. تا که میتونیم متواضع باشیم، تا که میتونیم انسان باشیم. این پول جای مقام کلش از بین میره، هیچ چیز نمیمونه. کسایی رو من میشناختم به حساب افغانی ما میلیونر بودن، باور کنین به چشم خود در پیش مسجد پل خشتی دیدمش گدایی میکرد. با مال و جمالت مناست، مال دارایی جمالت مناست. کان را به تبی برن، یک تو میکنید، توخال میکشید، چچک میکشید، از بین میره زیبایی. این جمالت است و به مالت که آن را به شبه برن و آن را به تبی. یک شب یک سرقت کلان نه یک حریق میشه، کل پیسه و زندگیت از بین میره. چی میمانه برای مردم داری، انسانیت و بس.
یک موضوع دیگه که جزو فرهنگ مردمی ما شماست به نام چناق یا جناغ و تمق. حتما دیدین کن یک آقا با یک خانم همین سابق که جای میمان می شدیم 40-50 سال قبل با پیشتر از او، وقتی که مرغ برای ما میکشتن دیگه ما خیال میکردیم که از ما که میمان بلند بالا کس نیست. یک وقت شد مرغ بخی بده ما آمد، از بس او در سردخانه ماند، از بس او پوسیده شد. او مزه مرغ مخصوصا او پوستش قیامت بود. باز من قصه کم در رابطه امیال براتون میکنم بسیار جالب. امیال هم مود است. بیا که چناق بزنیم. این اصلا کلمه ترکی است. چناق یا جناق یا جناغ و تمق نتیجه که دیگه است. کلتون میفهمین. اکثر کسایی که سنشون بالاست اگه جوانا کار فکر نکنیم جوانا بیننده ما باشن خب بر صورت اگه هستن بر از اونا بسیار جالب است. ما اون روز یک جای میمان بودیم در وطن ما که مرغ پخته میکردن، بازی یک قسمتش این چناق میبرم میگه چناق بزنیم. باز یگان خمار اگه مرغ نمیبود که چوبک گوگرد با چناق میزدن، با تعیین میکردن که چی سر یک میمانی سر این قدر پیسه یا دلخواه. خدا دیگه از دلخواهش نگاه کنه. یک دفعه میگم دخترت میگیرم اگه میبرد، یا میگم زنت میگیرم. باز مردم وساطت میکردن که نه از دلخواهش بگذاریم. این دیگه فرق میکرد با فامیلا و با منفرا. باز اینال فامیلایی بودن که یک دانه مرغ دیگه برای فامیل 10 نفر پخته میکردن دیگه بها این قیمت اگه میرسید میگفتن که مرغ پخته کرده بود. با چناق میزدن. ما فکر کنم قصه یگان 30-40 سال پیش است در کابل با یکی از اراکین دولت یک چناق در کابل بسیار خوبش بردیم. یاد بگیرین اگه چناق باز هستین تو موقع باز براتون میگم دیگه پسرش. و یک چناق در تاشکند بردیم بسیار جالب به نظر خودم. خو این آدم از اراکین بزرگ دولت بود. ما برش گفتم بادار دیگه یک 6-7 نفر میمان هستیم، قرمه مرغ آوردن به شروع ما شاید یک دانه مرغ مانده. این بزرگوار صدا کرد گفت چناق نمیزنی زلمه آقا؟ گفتم میزنیم. سری چی؟ گفت سر 1 لک افغانی. وقتی 1 لک افغانی بسیار پیسه است. من گفتم بادار گلم میزنیم، اگه ما بردم خواست من میگیری دیگه ما خودم میتونم پیسه بردگی چناق. اما اینا اگه خودت باختی والا از تو کی بگیره؟ این چناق که میزدیم باز عادت داریم که برش میدیم یا بر من میدیم یا برزو که میگه مرا یاد است. من دیگه چی کردم؟ گفتم متوجه باشین که من اینمی بزرگواره سر اینمی دسترخوان میبرم. گفت میاتون باش. این یک چال است. متوجه باشین شما. گفتم شما بزرگوار که بسیار بزرگ هستین، اگه بردین شما کی بگیره؟ بیا که میری پخته بسازیم. گفت چطور؟ نه چناق دگام میزنیم که این پخته شود دبل شود. گفت صحیح است. که می چناق برش دادم. گفتم مرا یاد طرف فراموش. یا ازم چناق زد مشقاب قرمه با چون کالای سفید داشت و کلش قرمه پوری گپا. تصادف که خزانه دار نمید زرخان بود. گفتم خزانه دارت از امر. گفت اول خود بسیار به اصطلاح خوگری میکرد که نه درست نیست. او گفت بیازر دیگه ملامت هستی باختی خونت برای داد. گفت مرا یاد طرف فراموش. برای خزانه دار خود گفت کلش دهی بته. دهی ده افغانیگی معافیم روپگی بته خوبته. باز داد. یک دو در تاشکند هستیم سر یک میز ششتیم. 1-2 تا جنرال بزرگوار ما هم هستن. یکش ملکی. این ملکی خواست که دیمه چناق بزنه. گفتم فلان جان ما برات وعده میتونم سر میز میبرمت. گفت بردی نوش جانت. خب چی گپ شد؟ این آقایی که میخواد چناق بزنه پیش از یک نان بیادگه قصه کرد که در تاشکند کسایی تیر کردن کلانترین جنجال ویزه بود. بسیار جنجال ویزه بود. دوست کسان فکر میکرد که ویزه ازی ویزه نوزن بلا ویزه جنت است. برکس نمیداد، کم میداد، نمیداد. چرا جنجال میکرد؟ خب ما گفتم که این والا پلیس آمد کالای ما رو میخواست بکشه این میکنه. ما گفتم بادر ما در سفارت هستیم. خیلی سفارت به چی درد میخوره؟ که ما کمکت نکنیم کی میکنه؟ تو چرا خراب نگو بخیر نان خوردیم
میریم او آویر میگفتن در ازبکستان، این پلیس ویزا و محل که دون مسائل رسیدگی میکردن آویر، گفتم میریم پیش آویر باز گپ میزنیم، توکل به خدای مهربان. چنان قصب زدیم عالمه برش مثلا قاشق میدیم، این جنرال صاحبای محترمی که یک شفاف کده غریق رحمت الهی باشه دیگه زنده است، دیگه شام زنده شد. یا ایواز از یا میگه مریاد است و میگه مریاد است، گفتم برادر رفیق ماست، رفیق شهر. خب خیر دیدم که نمیشه، والا با بهانه تشناب بر آمدم. این خانه یک نظام جنرال است که تناس مجرد زندگی میکنه، یک نفر خدمت داره، یک آقا که آشپزی میکنه و خدمت خانه رو میکنه. این سالون با آشپزخانه را داشت، از راه اون طرف کلش یک دیگر را داشت. رفتم آشپزخانه، این آشپز گفتم یک 10 دقیقه بعد بیا مرا بگو بر تو از سفارت تلفن است. نه ببخشید بگو یک تلفن است بس. یک 10 دقیقه بعد یا آقا آمد گفت که زلمه جان، گفتم بله سر، گفت برای شما تلفن است. ما گفتم کی است؟ گفت یک خانم است. خانم؟ او چی میفهمید که من دیگه هستم؟ خدا خیر کنه از خانه ما نباشه دیگه چی دیگه. بس آمدم دیگه صدا رو میشنوم. بله سلام علیکم، خوب هستین بی جان؟ نام ای آقای کدمه چناق زده، نام از زیر گرفتم. شما خانم فلانی جان هستین؟ وی خدا نکنه کارایتون خیلی سفارت چی بازد میخوره که شما این قسم با جنجال باشین. اینمی لحظه ما و فلانی جان نان نمیخوریم، میم شما شور نخوریم. ای آقا بسیار بر خطا شد که با خدا چه رقم چی گفتم خانمت است که تلفن برش دادم، گفتم مرا یاد ترا فراموش. به حساب فرانسه هم که شوخی کردم، فرانسه ری رغنگ میگن، گفتم مرا یاد ترا فراموش. آمده بودم جنرال صاحب مبارک بهم سر میز بردمش. این حال شما هم اگر میخواین ببرین این زمین تاکتیک میگن یا چل استفاده بکنید. و تموق چیزی است که گوشت براتون میته، بازی رو شما میخورین یک استخوان میبره تموق میگن. بسیاری کسا اگر خورد برد اینطور بوده. و اینجا منو رقم است، سر میمانی، سر پول نقد، حتی دلخواه. و ما کسایی رو دیدیم که و چه رقم است که یک جای بر جلد میکنه، در حمام، در شب عروسی میگه من تموق من. اگر نبود پیشش یه دیگه حواس فکری که پارم تمرکز فکرم نشون میده، هم در چناق هم در این. اگر تموق پیشش بود برش دادی یا برد داد، او کسی که تموق داد برد، او کسی خواسته بود و گرفت باخت. یک کسی بود که 5 سال 10 سال دوام کرده بود، بعد به اصطلاح سولی پسولی کردن، صلح کردن، گو بیادر نمیشه دیگه، تو هم کلید کار میکن از مام، یک چند نفر جمع کردن، گو ما از خیری مسئله گذشتیم دیگه. این بازی های فرهنگی مردمی ما هنوز هم در داخل خارج ادامه داره و یک دوست ما از بس این باخته آله که دید که چناقم نزده باشه به شگلاسه هم بیتی میگه مرا یاد است، او بیچاره اینطور تکلیف پیدا کرد. خیر به هر صورت اینال میایم یعنی هوا و فضا مکمه که دیگه شبه یک وقت یک برنامه پاسخچی داشتیم که بعد ما از استیج تا میشون بین مردم که مردم احساس بیگانگی نکنم. شما رو گفتم کتیمه باشین، مرا بشنوین، همین که میشنوین برای ما بسیار گپاست. اگر نشدین مصروف نوشتن شدین، مصروف دوستای دیگه شدین، باید تسلسل از بین میره. وقتی که شیشتیم کمک یک چیزی یاد بگیریم، اگه یاد داریم دوباره ذهن نشین شود. اینمی مثلا که ما میگیم چند کلک داریم، 10 کلک، و ما میگم نه 11 کلک داریم. اگر بگن نه ما ده اینمی ویدیوی قریب 7-8 دقیقه است، ایره ما ثابت کردیم و یک دو سوال دیگه هم است، ایره میبینیم میشنویم، بعد دوباره میبینیم ببینیم دیگه چی مطالب مانده. یک شاعر بسیار خودخواه بود. کسی گفت برش که شاعر گرامی همین شعرت یک شعر برای ما بخون که همه ما حظ ببریم. میده کمک به اصطلاح ما شما پوک بود. گفت والا چی رو بخوانم که تا بالت می زندگیم نخوانده باشم. یک جوان صدا کرد بیادرمون نمازت بخوان. ما اینال میایم
بجمع شما سوال میکنم کی حاضر است دمی جمع به ما جواب بگوه؟ اگر سوال سخت بود رقم بعض گوشتا مشکل بود خب اما بیادره که توفه داشت کجاست؟ میرویس جان همه کسی که توفه میده هستن؟ هستن من از پایان میشم کسی که داوطلب حاضر است کی است؟ کمره ما شما رو میگیرنی؟ اینی کاکا میگیره یا کسی با من نزدیک باشه بینسید خب بگو باز بگو چی کتاب دیدین چی؟ نه چی اثر بگو من شنیدم که یک دفعه در زینا افتیده بودن در سوالای زینی کال سر من نشه من میخواستم از شما بپرسم که در کابل ریشای برقی بود بله یادتونه؟ پترول نمیخورد ما میخواستم بپرسم که امو موترهای برقی تیل خاک میخورد یا دیزل؟ نه برق میخورد دو بی برقی فهمید است به چک چک برش بکنین دیگه سوال ها اینقدر ساده است برای شما صاحب باش ببینیم صاحب چی است تبریک صاحب شکر که بچه میتونه یافتین فیلم پایان شده پایان فیلم شما بفرمایید صاحب کی دیگه نه یکی از بی بی ها بله باش شما بی بی حاضر هستین؟ نه دیگه تو چی نکنین آن یا نه خب شما اینجا بین سوال بسیار ساده است منطقه کمره میگیرم شما متوجه باشین کمک خیر است از خودگیست خودش آموخته میشین خدا و راستی یک وقتی که ما جوان بودیم خورخوندیش که میبودیم 3 روز کوک بودیم حال شما جوانا دیگه شما من سوال میکنم کمره میگیره چند کلک دارین؟ نه جدی اینو میگه 10 کلک شما خوب متوجه باشین من میگم که 11 کلک دارن چی میگین شما؟ نشان بدین کلک دارن با تلویزیون اونجا میگیرن خب دستان بالا بگیرین دستان بگوی شما رو معلم اصلا نکرده دستان بالا اینه من حساب میکنم 11 است یا 10؟ 10 من میگم 11 است خب من معلوم شم اینا هر دو این است 1 2 3 4 5 پایین کنیم 6 نه دیگه وشلق نه 6 7 8 9 10 صبر شما صبر بزن چند ما تولد چیزی بده دست بالا پدر این حال من بگم که 11 کلک دارن ببینید من حساب میکنم بلند بگید دستانم ای 10 بود نی این است او پدر ای 10 صحیح ای 9 8 نیو غلط چرا غلط است حالا من خودم حساب میکنم خیلی گوریمان ما حساب ای 10 در حساب گرفتین من اردوم حساب اثر هیچ اثر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درست است؟ یک 5 شد نه؟ 5 اینا رو حساب میکنیم از بالا میایم پایین 10 صحیح چند؟ در لندن هستی نه؟ 10 9 8 7 6 جمع 5 11 کلو صحیح؟ نه اثر اثر 1 2 3 4 5 صحیح شد 6 7 8 9
10 پایین میم 10 9 8 7 6 جمع 5 چند میشه؟ 11 شد. به خاطر 11 کلکشان یک کست 11 دقیقی میدیم. کست دلک خوشباور از خود فرید جان واجد جان بفرمایید. تشکر از 11 کلکتان بره بانید. شما باشین که ما یک نه سوال میکنم. صبر ما از یک کس میخوایم نظر خود در مورد این محفل امشب بدن. این سبب که از ژورنالیست‌ها هست بابرک احساس با احساسی که دارن همین محفل ما را از نگاه یک ژورنالیست چرا کم ارزو بکنیم محفل امشب. آفرین سبک چک چک به خاطر از اینکه که یک ژورنالیست ما و شما مقابل هستیم با نمایندگی کل ژورنالیست‌های حاضر در مجلس. با سلام به همه دوستای عزیز، ما فقط سعادت و لحظه های خوش برشان آرزو میکنم و آرزو دارم همین لحظه ها را در کشور خود داشته باشیم. بسیار تشکر شما صاحب خانه آباد بچه برخوردار. یک سوال دیگه نه این دفعه از کس سوال میکنیم که آرام باشه. شما حاضر هستید؟ من میخواستم از شما بپرسم که سیاه است زاغ نیست. خودت خنده نکن. خودت هستی خودت چی است؟ پخپله یه نه تقینه بچیه نشو نه سلامی که پیش آزاد گدوادیست. شما سن سیاه هست زاغ نیست، میپره پرنده نیست. سیاه هست زاغ نیست، میپره پرنده نیست، بار میبره باربر نیست. کی میفهمه؟ مرچه میپره؟ بله ها خانگوزک هست بک چک چک کنین برشتیم. خانگوزک اشتر گوشه این سفر شما آجی محمد کامران پردان سب تبریک میگه بفرمایین. لکه پختون ترجمه کسی منگم پویسو پتوار و لیمو خوص. بله ای بود یادی از پاسخچیست در شهر لندن انگلستان. کنسرتی بود از فرید جان و واجد جان رستگار. به خاطر مثالهای بسیار قبل که در وطن داشتیم میفهمم که بسیار از وطنداریم چون یک تلویزیون بود در کل افغانستان. امشب در مرکز نمایش داده میشه، سباش در ولایات. اکثر منتظر بسیاری از برنامه های او وقت تلویزیون می بودن که با چی زحمات دوستای تکنیکی به خصوص که با تاسف ما تکنیکر خدا نه قدر احترام میکردیم، نه ارج میگذاشتیم، نه سرش رای میزدیم و نه نامش میفهمیدیم، در حالی که اونمونا بودن که موار آدمان از طریق تلویزیون هر کس که بود معرفی کرد به همه. اینا زحمت میکشیدن، اداری، نشراتی، تکنیکی، همشان. و واقعا تلویزیونی بود که مردم هم مصروف نگاه میداشت. بخصوص اگر یادتان باشه شبای جمعه که فیلم میماندن، باز کسایی که اگر تلویزیون میداشتن که شبای جمعه در خانه از او دیگه یک بیچاره یک حال میگه که چی حال است. خب اگر زیاد قصه کنیم میمونه، بریم سر سوالاتی که برای ما ناظرین جان همکار تکنیکی ما روان کرده بودن. آقای سدید حکیمی بسیار چند سوال خوب کردن. سوال کردن که نخود سیاه فرستادن چی مانا؟ آیسته برو چه وقت شروع شد؟ از کجا تاریخش؟ کوته سنگی چرا کوته سنگی میگن؟ خرابات و مناجات کوته اگه با من چیز بگوین. و حاجی ویجان کابلی از ویرجینیا و صمد وابزاده معمار باشی ما
یا سوالات دارن که سالف چی مانا، خیرخانه چی مانا، آسمایی چی مانا. اینم برشان میگم. و میم سر اسماعیل جان نازنین حیدر ما، هواباز ما از روسیه که در مورد کلمه قطعاً پرسید. قطعاً چی مانا؟ بسیار مقبول سوال است. قطعاً نیست، قزغن است. قاف زال غین نون. و از لندن انگلستان زبیجان عمر خیل پرسیدن که دم شمشیر نمد گرفته چی مانا میته. کنال خدا کنه بازم به کلش برسیم. اول دنبال نخود سیاه فرستادن. اولی که آقای سدید نخود سیاه اصلا وجود نداره. کسی که میخواد از یک موضوع مطلع نباشه باز یک قسم تیرش میکنین، میگه روانش که پشت نخود سیاه ده. اصلا در بازار ای جای نخود سیاه یافت نمیشه. خب دو سه سوال دیگه شما آقای سدید باشه که دیگه سوالات کوتاه است. و جان کابلی گفتن استالف تقریبا کلمه 2000 ساله است. جای انگور مانا میته. خیرخانه ای اصلا مهر آبه بوده. مهر خیر شده، آبه اونمو آبش خانه شده، یعنی خیرخانه. جای مهر، جای محبت که به رقم یا معبد مهر، جای پرستش میکردن اون معبد. شیوکی چی مانا؟ نام یک بت بود به نام شیوا. برهمن ها او را عبادت میکردن. بعد شیوکی شد. آسمایی یا آسمایی به معنای مادر اول ما شما حضرت بیبی هوا. میگفتن و میگن که یگانه زنی که شوهرش آدم بود بیبی هوا بود و بس. یگانه زنی که شوهرش آدم بود بیبی هوا بود و بس. این سوال دو دوست ما. سر آستابرو اگه بیاییم که خدا کنه وقت داشته باشیم. این آستابرو در زمان امیر عبدالرحمن خان دو دل داده بود به نام شیرین و شیر محمد. شیرو شد. گفت دلت شیرو میگه، دلت شیرک میگه، دلت چراغا میگه، کامره بکار چی میگه بگو. این شیرو کفش دوز بود یا پینه دوز بود. شیرین جان دختری بابا رجب کابلی طلافروش بود. خلاصه که داستان از این بود که با هم به عروسی رسیدن. داستان بسیار جالب است. بسیار کوتاه براتون میگم. شب عروسی ظالمای دشمنش آمدن، این از خانه کشیدن، شیرو را کشتن. عروس اونجا منتظر، کالای پرخون داماد آوردن، مادرکش چیغ میزد، کالای خون پرش در بغل گرفت. بعد از او سال بعدش بود، چقدر وقت بود که بچه کاکای شیرو عروسی شد. آستابرو موت نبود. همی که میگن پیشترم گفتم مرگ و مردن گپا، همی خود آستابرو باید دو بیتی های غمین خوانده شود، به خاطر که عروسی شد بدون ساز. مادرش شروع کرد به این که یاران و برادران مرا یاد کنید. بازو بچه کاکایش نامش میگیره که بچه آستابرو. تابوت مرا یاران و برادران مرا یاد کنید، تابوت مرا از چوب شمشاد کنید و قبر سیاه نید و فریاد کنید. اگر در بعضی عروسی ها این اشعار خوانده میشه، صاحب عروسی قهر میکنه که در این محفل خوشی ما چرا این آهنگای مرگ و مرد میمونیم که یه هم حق داره و هم حق داره. در اصل اینمی بوده که یک سال بعدش ایرا بدون ساز در عروسی به چکاکای شیرو مادر جان شیرو خواند. بعد تنها خانما میخواندن در عروسی ها، تنها خانما، و این یک دفع اضافه شد دایره. پس آنایش در زمان امیر حبیب الله خان شهید در عروسی سردار نصرالله خان، قاسم افغان ما، استاد مرحوم قاسم افغان ایره با اساس خواندن و امی استاد بار اول بود که دهن ایره رکارد ساختن. و بعد از او هر کس خواند، هر کس که خواند بسیار مقبول خواند. این حال ما سه کسی که بسیار مشهور بود در افغانستان در آستابرو خواندن، عبارت بین استاد رحیم بخش، هماهنگ و ساربان، که هر کس در عروسی از اینا میخوان، اونا به اصطلاح تیم میزنن که عروسی ما آستابروی من ساربان خوانده، آستابروی من رحیم بخش خوانده، آستابروی من هماهنگ خوانده و دیگرها که نامش که بگیریم زیاد استادای خرابات، اهل خرابات دیگه، هر کس که خواندن بسیار مقبول خواندن.
یک 3 آهنگ کوتاه انتخاب کردیم، با هم یک جای میشنیم. غرق نگر به رحم مستعبرو
مای من آستابه من چشم ندیدم چو چشم تو و چشم آستابه مای من آستابه چشمم زیمیانه چشم تو گزیت استا برو مای من استا برو این چشم چی چشمست چی چشم است و چی چشم استا برو مای من استا برو ای بود قصه کوتاه آهسته برو که گفتم هر کسی که خوانده و میخوانه بسیار مقبول و زیبا میخوانه. یک دوست نوشته کرده بود که اشک محمد، تصادف ای آهنگ در زمانشم که مادر و پدر برای فرزند خود مخصوصا دختر گریه میکنن، آلی وقت هم گریه بشنون جای گریه را داره، اما خداوند گریه های خوشی را نصیب بکنه. استاد سرانگ مقبول خوانده، استاد نتو، استاد شیدا، این استادا را یک طرف کنیم چون وقت بسیار کم بود. من نمونتا چند تای زیر آوردم. اینجا باید بگویم برای این بزرگوار ما صدیق جان حکیمی که او کوته سنگی و چرا سنگیز که بعدا براتون میگم تاریخی زیره که لیسه مریم و یکی ارتباط داره دیگه داره. اگر وقت یافته کنم بخیر برنامه آینده از اینا می دو سوال دیگه که اسماعیل جان ایدر هواباز ما در مورد کلمه قطغن. این قطغن یک تاریخچه بسیار کلان داره که سابق پیش از قرن 19 شامل ولایات بلخ یا مزار شریف، این طرف سمنگان، بغلان، کهندج، این قندوز شد، این کهندج بوده. کهن یعنی کهنه، سابقه قدیمی دژ قلعه کهنه که بسیاری گندهارا قندهار شده و کندهار شده، بگرام و یا گرام بوده که هم اگر شده یک روز سرازی گپ میزنیم که تغییر کردن. خب آمدیم ولایت بلخ، این طرف سمنگان، بغلان، کندوز، تخار، این منطقه را قطغن میگفتن. مرکزش گاهی خاناباد بوده، گاهی هم بغلان بوده. چرا قطغن؟ چند روایت است. یک روایت میگن که مردمایی که زندگی میکردن از اهل نازنینای ازاری ما بودن که نامشون، نام قبیلشون قطغن بوده. بعضی میگن نه اینطور نیست، این قزغن بوده. یک مردم در قرن 4 میلادی از آن پار دریا میگن آمده بودن این طرف. اینا جالب که از سنگ روغن میکشیدن. وقتی که از سنگ روغن میکشیدن باز این کالایشون چرب میکرد. با یک رقم لباس ابریشمی ساختن که این لباس ابریشمی در شاید در ترکی یا شاید هم در مغولی یا کدام زبان دیگه قز ابریشم میگن. وغن مخفف روغن. این قزغن بوده از این مردم. قزغن رفته مثل کهندج کندوز شده، این هم قزغن قطغن شده. بعد روایت بسیار معتبر یا بالاتر از تاریخ آقای غبار است. او میگن که یک قماندان ترکتبار بسیار ظالم بوده، بسیار ظالم، که هم قزغن نام داشته. این که آمده این طرف دیگه این آدم و حیوان و پرنده و چرنده و گزنده نمیده، فقط از تیغ میکشیده. این تاریخ دنیا رو که شما بخوانین مخصوصا افغانستان فقط کشتن و بزن و نابود کردن بوده و بس. تا به حال جریان دار. پدر چشم بچه خود کشیده، بچه چشم پدر کشیده، باز در بشقاب چشم بچه چه برش آوردن. بعد پشیمان شده،
سر پادشاهی، سر از این سر از او، که بسیار جنجالایی داره که امی آقای غبار گفته که جایی که رسید سم اسب قزغن، جایی که رسید سم اسب قزغن، نه مرده کفن یافت نه زنده چپن. بعدی قطغن شد، کل بگن پیاله قطغنی، چپن قطغنی، مردم قطغنی، خوراک قطغنی. این بود اسماعیل در مورد قطغن یا قزغن. و اینجا که آقای عمرخیل زبیجان گفتن که دم ضرور مثلا میگه دم شمشیر نمد گرفته. یک فلسفه یا داستانه که بسیار کوتاه داره. کدام معامله بوده، دو نفر سر یک موضوع جنجال داشتن. این قاضی ها که من به صراحت میگم، چرا ابو حنیفه گفتن بیا قاضی شو یا قاضی قضات قبول نکرد، بندیش کردن قبول نکرد، گفت کار بسیار مهم است. حتی سر از این مسئله در زندان کشتنش ابو حنیفه را. چرا قاضی نمیشه؟ قاضی زمان خود قاضی شدن کار آسان نیست، اما ای قاضی های ما اکثرتش رشوت خوردن رو میخورن، تکت کردن مردم. یک قاضی میگن قلم شفتی، یک آدم صدا کرد گفت قاضی صاحب کلنگ تفتی، گفت بد نکوی قلم از کلنگ نیست، گفت کاری قلم تو میکنه کلنگ نمیکنه. خانه مردم در بدر خاک بسر کردین، اعدام بده، 20 سال حبس بده، 15 سال حبس بده، بسیار ساده، 20 سال حبس. او خانیت خراب، تو 20 سال دیدی شنیدی اعدام، او خانیت خراب، تو اعدام دیدی که تکردنش بندازه او آدم دوال چی حال داره کاچی او ملامت باشه. خب به هر صورت این جنجال بود و برای قاضی یک کس نمد برد. نمد بسیار قیمتی است، گرچه هم دو روایت است. میگن در زمان سابق کسی که شمشیر داشت یه تفنگچه، بعد مردمایی که نداشتن در جیب خود در توتا نمد نگاه میکرد، نگو سر شمشیر کتی شمشیر حمله میکرد، باز اینا که دی نمد دفاع میکردن که شمشیر از نمد نمیگذره، تیر نمیشه. اما گردن پتام شمشیر نبریده کیا مگه پس. اصل این مسئله قاضی است. این برش نمد برد و جان مقابل برش دادن شمشیر برد. اون وقت تفنگچه موت نبودی، نمی شمشیر مثل تفنگچه های بسیار معتبر عالی بود. دمی محکمه شیشتن که یک وقت قاضی حکم بنفع کسی که نمد آورده بود اعلام کرد. بسیار جالب دمی شورود میشتم که کسی نمیگم کی میگه من رئیس جمهور تبعیدی افغانستان هستم و ای اول جمهور تلفظ کرده و دومی وقتی که بگه اعلام میکنم ریاست جمهوری خدا، میگه اعلان میکنم. اعلان برای تجارت است، اعلان صابون، اعلان کریم دندان، اعلان برس دندان. این بزرگوار میگه من ریاست جمهوری که واسه جمهور بگه، این واسه که بگه اعلام میکنم میگه اعلان میکنم. اون سواده کمک تکمیل کنم. ریاست جمهوری ساده است. این اعلام شد به نفع کسی که نمد برده بود. یادم یک شمشیر بود بر خطای صدا کرد، گفت آقای قاضی امی شمشیرام هم شمشیرای سابق، این یعنی کش. باز قاضی صدا کرد که بچه دم شمشیر نمد گرفت. این بود کسی که ضرب المثل که زبیجان عمرخیل از لندن کرده بودن. در مورد کوته سنگی یا بی بی سنگی او کمک مفصل است. بخیر برنامه آینده که من فکر میکنم 15 روز بعد برنامه آینده ما و شما تاریخ 22 اکتبر خواهد بود. اگر زندگی بود و زنده ماندیم، اگر مردیم فقط دعا کنید. دیگه دقیقی ما مانده بسیار کم. هر چیزی که شروع بکنیم به حساب نیمه میمانه. میایم سر یک عکس که اولین ترافیک افغانستان. از بیبی نازنین خواهش میکنم همکار تکنیکی ما که عکس ترافیک بانن و شما این عکس ببینید. دیگه چی میبینید؟ خوب ببینید، یعنی برای یک دقیقه طرف سعی کنید چپ و راست ترافیک ببینید که اولین پلیس ترافیک افغانستان بوده. کجای کابل است؟ این دست ترافیک راستش با کدام طرف است چی معنا؟ دست چپش کدام طرف است چی معنا؟ کلی سمبولیک است. دیگه چی میبینین؟ پیش روی پایش چی میبینین؟ در طرف دست راست ای تعمیر چی میبینین؟ شما را گفتم کمک کردیم من کمک کنین
ذهن به کار پرتین، ببینین چی چیزا دیگه جالب است. شاید غلط نکنم 100 سال پیش و کم زیاد. این اول براتون نقل بتونم، این بازار شاهی است. بازار شاهی کابل که از پیش ارگ شروع میشد، ما هم ندیدیم تا پیش وزارت پلان سینمای آریانا امتداد داشته. و این پلیس ترافیک ببینین که یک دست راستش بالاست. خب این پلیس معمولا یک طرف چپ برو یا راست برو، این موترا یا آدما را این طرف بالا چی مانا. این دست چپ ترافیک به این معناست که حرکت به سوی تعالی ترقی، به سوی پیشرفت. دست چپش، دست راستش به امید خدای بزرگ که طرف آسمان گرفته. پیش پایش کلاه انگلیسی است. این به این معناست که ما انگلیس با لگد از وطن بیرون کردیم که چنین بود و تا امروز انگلیس از ما شما انتقام میگیره و سیر نشده. خدا خیر کنه. اونم انتقام بود که امروز ما شما کشیده میریم. یک نان خراب میخوریم، یک هفته جوابش میدیم و پشت سر او تعمیل معنای پیشرفت ما را حدود 100 سال پیش اگر میمانن که چنین پیشرفت میکردیم، این دوبای موبای صوبای گپای چی بود؟ امروز خانه‌های گلی هم نداریم و اگر سیل برد یا چپه شد. بر صورت این جنجالا سر ما شما آمده. اول گفتم که ما اونمو کبر است به نام خدای که می آفریند و می میراند. گفتم ما مرگ فراموش کردیم، سر ما اسب میتازیم، کس را تحویل نمیگیریم، دوست و قارب نمیشناسیم، همسایه را نمیشناسیم، خوب و بد نمیشناسیم. اگر کدام قماندان هستیم، پیسدار هستیم، یک جای هستیم، سر هیچ کس رای نمیزنیم. قصر مرا دیدی، موتر مرا دیدی، بچه ما این تو فاکولته را خوانده، اینجا رفته بابا، این تو جای میگی فقط خیر فرشته دیگه از دو فاکولته و دو جای نرفته، کم خوانده برام چیکار شده. از او که اونمو نلدوان و اونمو برقی و فلسکار و گلکار و رنگمال از دکترا که دارن شرف داره از نگاه زندگی خود دغر مخصوصا. دکترای ما پوهان دکتری جو آمدن که از نقص نگرفتشان. بر صورت قصه و جنجالا زیاد است. فقط یک کلمه بگیم که خداوند ما شما را راه انسانیت نشان بده و از گناه ما بگذره و راه ثواب و صله رحم از دل ما کم نکنه. خدای بزرگ رفتار را ببخشه. کسایی که مریض است از شفاخانه غیب از خود شفا بده. سر هیچ دکتر ما عقیده ندارم، سر هیچ نرس عقیده ندارم. من دیدم دکترها رو دیدم، نرس هم دیدم، کلش دیدم. با خدا اونمو کمپودر در کابل ماست، از متخصص ایجا که زیاد میفهمه. ایجا خود ما شما مهاجر هستیم، کس والا که سر ما رای بزنه. ما کل شما خدا به خدای بزرگ و توانا سپردیم، از بالای آسمانی و زمینی ما را در پناه خود داشته باشه، جور راحت و دور از غصه ها. آمین یا رب العالمین.